با افراطگری اصلا میانه ندارم. من معتقدم اونهایی که در مسیر افراط بودن، حالا ولو اینکه حسن نیت هم داشتن، عملاً به کشور خدمت نکردن. پیروزی حسن روحانی نامزد میانه‌رو انتخابات ریاست جمهوری ایران موجی از شادی را در کشور آفرید. من به عنوان رئیس جمهور Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. بنده به عنوان رئیس دولت کجای قانون اجازه به من میده که من بیام بگم آقا بنده اگر اومدم سیاست خارجی رو اینگونه براش تصمیم میگیرم؟ من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم یک کاغذ پاره است. اصلاح بسترهای قانونی